الی الله تعالی. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید از پیغمبر خدا سوال کردم پیغمبر خدا کدام عمل از همه دیده محبوبتر و شیرینتر و خوبتر به سوی خدا هست؟ رسول اکرم میگه گشته گفتن الصلاة علی وقتها. سه عملی هست گفتن پیغمبر خدا که دوست داشته ترین عمل به سوی خداوند هست. گوش می اندازیم کدام عمل هاست که این عمل ها را خدا دوست می دارد. وقتی که خدا که اون عمل دوست داشت ما و شما بر همون عمل اگر چنگ می زدیم ما و شما را خداوند چکار میکند؟ دوست می دارد. یکم رسول اکرم گفتند نماز در وقتش ادا کردن این یکی از عملهایی هست که خدا این دوست می دارد.